کسایی که ویدیو رو میبینه سلام خدمتشان تقدیم میکنم، تمام اعضای فامیلشان سلام تقدیم میکنم. انشاءالله این بچه خیلی تکلیف داره، چشمایش خیلی مشکل داره، علاجش در افغانستان نشده، اینو میگه باید خارج از افغانستان ببره علاجش بکنه. سایت چشمش امکان داره مثلا یکی از بین بره. یا کسایی که این ویدیو رو میبینه اگه بتونه کلی بچه کمک کنه. اسمش از چیست میگه؟ سید مرتضی. سید مرتضی. نام پدرش؟ سید محمد رضا. سید محمد رضا. اون شماره تلفن خودش ما میمونیم براتون. اگر تانستین تماس بگیرین آقای خودش یا مؤسسه امداد امام علی علیه السلام که بتونیم که از اینا یکم فریق کنیم. خدا خیرتون بکنه. سلام علیکم. دیگه خوب هستید؟ دیگه بخیر. چطوره بچه؟ بچه من خوب نیست که بگم میشه این سر قطره و دوایه. اولی دکتر از یک سر مگیر برسانیم ایران، عاجل برسانیم ایران میره بگه لنزای خداییش از جای کنده شده. مگیر اگه نرسانیم چشما میکفه. اولی دکترهای شهر، پولی کلینیک اینا همه مگیر برسانیم که اینجا امکاناتی تر چشمایش نیست. تو بودیجه اقتصادی هم ضعیف هست دیگه هستی چرا هم میرسنید؟ دیگه این خودن چه مخانیم رو بررسی کردیم وضعیت مفیدیم دیگه من به توان من نیست دیگه ایج نمیفهم. چند نفر هستین شما؟ 7 نفر، 4 اولاد من، پدر از خود من یک مادر پیر که اولادای خوردم از کرونا 3 اولاد خورده، یک ده 6 ماه است. در زمان کرونا مادر من مال خودش از پای افتاده خدا خودش زنده اشته اولادایش رو خدا گرفت. حالا قد از ما که دیگه کسی نداره. 7 نفرم دیگه اون خودم شما وضعیت خانه و زندگی رو دیدیم کربلای دیگه. شما چی کار میکنه؟ همین جراب سودا میکنه در شهرک مهدیه جراب سودا میکنه. خود معمول قد از خلق خوردم که میزنیم خدا شاهده ولی سر فقط به خاطر امروز قطره های امروز 3 دانه قطره بود 11 صد مشد دیگر خود من یک شیره نکردم من پایش رو ترک کردم که من نمیتونیم 800 هر هفته تشکر کرد والد هستک مبت میتونیم؟